بهر پیشگیری کسالی‌های سیرایتی کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده در اساس نقشه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در نقطه‌های خوراک عموم، نقطه‌های سودا، داروخانه، مؤسسه‌های تعلیمی، مغازه و آشخانه‌های بازار ریت‌های مشترک تشکیل نموده در مؤسسه‌های طبابتی سنجش سانیتری و اپیدمیکی می‌گذرانند. در هفته گذشته ریت‌ها از طرف کارمندان مرکز محصولات گوشتی، شیری، محصولات قنادی که مدت استفاده برایشان گذشته است و صفت پست دارند از معاملات گرفته شد. از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده در اساس نقشه چهاربینی سنجش‌ها در نقطه‌های سودا گذرانده شده با مقدار 694 از 6 کیلوگرم محصولات گوشتی، محصولات قنادی و اینچنین 786 لیتر آب‌های تشنه‌شکن که سبب پسیفت بودن و مهلت استفاده برشان گذاشته شده بودن از معاملات گرفته شد. کارمندان ساحه جهت تامین رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و پیشگیری پنجشنبه بیماری‌های سیرایتی ریت‌های مخصوص دایر نموده برای رفع کمبودی‌های جای داشته چاره‌های تأخیرناپذیر می‌اندیشند. در هفته گذشته سنجش‌ها از طرف کارمندان مرکز صاحبکارانی که برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای سانیتری پروتکل‌های حقوق بیانکنی ترتیب داده به همه آنها قرار عاید بستن جریمه برآورده شد. اینچنین از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده هنگام گذراندن سنجش در نقطه‌های سودا، نقطه‌های خوراک عموم، سرتراشخانه‌ها، کاشانه‌های حسن و مؤسسه‌های تندرستی نسبت 452 نفر شخصان واقعی منصبی پرونده‌های حقوق بیانکنی مأموری ترتیب داده شده با مقدار 74150 سومانی جریمه ستانده با بودجه دولت وارد کرده شد و اینچنین با قاعده و معیارهای سانیتری گیگینی جوابگو نبودن об'єкт‌های زیر نظارتی 117 عدد об'єкт‌های زیر نظارتی فعالیتشان موقتا تا برطرف نمودن کمبودی جای داشته بسته شدند. ما کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده در آینده کوشش می‌کنیم که بهر تامین امنیت سانیتری اهالی تمام کوشش‌های خود را به خرج دهیم. مسئولین میگویند که از ورود محصولات‌های پس‌صفت مقدار زیادی از فروش بیرون کردند. همینطور گذراندن چنین ریت‌ها در بازار و در مغازه‌های خوراکباری از طرف مسئولین باز ادامه خواهد کرد.